سلام دوستای عزیزم، به ریتم آشپزی خیلی خیلی خوش اومدید. من امروز قصد دارم یکی از دسرهای سنتی و بسیار بسیار خوشمزه ایرانی را آموزش بدم، حلوای زعفرانی مخصوص. حالا بریم سراغ مواد اولیه. آرد قندوم 200 گرم، زعفران دم کرده به مقدار لازم، شکر 500 گرم، کره 150 گرم و آب 400 گرم. خب حالا ابتدای کار توی قابلمه تقریبا متوسطی شکرمون رو میریزیم و بعد آبمون رو بهش اضافه میکنیم. شکر 500 گرم و آب 400 گرم بود. ما اینها رو خوب با هم دیگه مخلوطش میکنیم تا به خوبی با هم دیگه ترکیب بشن و بعد میذاریم روی اجاق گاز. همین که بجوش اومد حدود 2-3 دقیقه کافیه که بجوشه و بعد زیر شعله رو ما خاموش میکنیم و داخل قابلمه دیگه کرمون رو میذاریم تا ذوب بشه. حالا میریم سراغ سرخ کردن و تفت دادن آردمون. آردمون حدوداً نیم کیلو بود. داخل یک تابه استیل من اونو تفتش میدم و سعی میکنم به مدت حدوداً 1 ساعت اونو تفت بدم. ببینید حدوداً دمای شعله‌تون حدود متوسط رو به پایین باید باشه، چون اگه بیشتر از اندازه پایین باشه اصلا آردتون سرخ نمیشه و اگه یک مقداری شعله‌تون بالا باشه خیلی سریع آرد میسوزه. ما ابتدای کار به هیچ وجه روغن اضافه نمی کنیم، چون اضافه کردن روغن و سرخ کردنش همراه با آرد باعث میشه که حلواتون تیره رنگ بشه، چون ما میخوایم هدفمون این هستش که رنگ در واقع حلوامون کاملا زعفرونی و طلایی باشه. خب همونطور که تو تصویر میبینید بعد از حدوداً 1 ساعت تفت دادن رنگ آردمون کاملا تغییر کرده و به این رنگ کرمی مانند که میبینید تبدیل شده. الان دیگه تقریبا آماده است که ما روغنش رو بهش اضافه بکنیم. ما به جای روغن از کره استفاده میکنیم که طعم فوق‌العاده‌ای به این حلوا میده و بعد ترکیبمون رو هم بزنیم و یه مقدار دیگه باز از کرهمون به این ترکیب اضافه میکنیم. کره همون در واقع 150 گرم برای این حلوا کفایت میکنه و کافی هستش و نیاز به اضافه کردن کره اضافی شما ندارید. میتونید تو چند مرحله این کره رو بهش اضافه کنید که ترکیب کردنتون و مخلوط کردنتون آسون باشه. حالا که ترکیبمون تقریبا به شکل یک نواختری در اومده، ما میریم سراغ شیره در واقع این حلوامون. شیره رو که خاطرتون هست با شکر و آب قبلا درست کرده بودیم، به این ترکیب اضافه میکنیم. منتها همیشه یادتون باشه اضافه کردن شیره باید حتما آروم آروم باشه. الان ما زعفرون رو هم میریزیم. زعفرون رو هم باید بسیار غلیظ دم بکنید، یعنی میزان زعفرون به آب باید بیشتر باشه. خب دوستای عزیزم ما الان شروع میکنیم هم زدن و اگه نیاز باشه باز هم زعفرون به این ترکیب اضافه میکنیم. همینطور شیره ما چکش میکنیم، حتی طعمش رو هم چک میکنیم و اگه نیاز باشه شیره بیشتری اضافه میکنیم. دوستان توجه داشته باشید که نکته اساسی بر این که این حلوا خیلی خوشمزه از آب در بیاد یکی اینه که خیلی خوب آرد رو همون اول کار تفت بدیم و یکی این که بعد از اینکه ترکیباتش رو اضافه کردیم تو این مرحله خیلی خوب اونو هم بزنیم و این کار باعث میشه که دیگه دوندون توش نباشه و تمام آرد به خوبی داخلش حل بشه. پس سعی کنید چند دقیقه وقت بذارید و این انتهای کار اونو کاملا همطور که تو تصویر ملاحظه میکنید هم بزنید تا دونه های آرد کاملا داخلش ترکیب بشه و یک نواخت بشه. به الان آماده است حلوه زعفرونیمون. من داخل ظرف سرو کشیدم و اونها با گل سرخ و همینطور خلال
پسته و گردو تزیینش کردم. دوستای عزیزم، امیدوارم این حلوای بسیار خوشمزه رو تهیه کنین و همراه خانواده‌تون ازش لذت ببرید. همراه با نکاتی که من اشاره کردم حتما حلواتون به این زیبایی و رنگ طلایی در میاد. دوستای عزیزم، اگر از این برنامه خوشتون اومد لطفاً با لایک و سابسکرایب منو حمایت کنید. تا برنامه دیگه، خدا نگهدارت.